بلند نمیخوانید، با این 100% بخوانید تا که زبانتان کتمه با گفتن میکنند در ذهنتان با اون شکل جا نمیگیره. با کوشش کنید در خانه را تکرار داشته باشین. به فرضا که ما این درس جدید میخواندیم حداقل او پشت سر میره و حتما حفظ شود، اون حتما به ذهن سپرده شود با اون شکل درستش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبس كل لقيتون الله خير بك الله بپذیره. بعضی میگن که چند بار دیگه تکرار کن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جگرخون نشوین. بعضی ملاهایی که هستن مثلا پیش قاری حفظ نکردین، تجوید نخوانم، باز زیاد اشتباهی دارن. حتی گاهی وقت نماز پشت شهرشان استاد میشی میگی که چطور کنم نماز بخوانم یا سلام دور بتم. یعنی خداوند کلگی را عفو کنه. آدم باید تلاش و خدا بکنه، اون برش پاداش و قبولیت درگاه کی است؟ درگاه خدا دیگه. اون درگاه رحمت و بیکران است. انسان تلاش کنه و حتما بر انسان پاداش میده. خداوند و بندگان صالح علم نافع بر ما نصیب فرما. زندگی پر از خیر و سعادت و دنیا و آخرت که در او باشه بر ما نصیب فرما.